עם הקמת פיקוד הכטב"מים נפתח חלון חדש לעתיד ההגנתי של איראן. הכטב"מים של איראן פעלו בהצלחה במשימות מודיעין, מבצעיות והתקפות התאבדות. من متوجه شدم که یک قدرت جدیدی در حال تولده. ببین همه موشکی رو درک کرده بودن. موشکی رو به عنوان یک قدرت همه پذیرفته بودن. ولی در حوزه بدون سرنشین اینجوری نبود. اون حالا یه چیزیه دیگه. یعنی تا شما حساب بکنید مثلا سال 95 و 96 هم میگفتن آقا یه چیزی هست. خوبه، برای کار اطلاعاتی خوبه. ولی در حدی که قدرتی باشه، مثلا من گفتم بچه‌ها یه روزی میاد این حوزه پهپادها تنه میزنه به تنه موشکی. نگاه میکردن، سکوت میکردن، مخالفت نمیکردن، ولی باورپذیر نبود. شهید بزرگوار شهید تاجی زاده روی پهپاد سرمایه‌گذاری عظیمی کرد. شاید بگیم نخبه ترین افراد رو در مراکز تحقیقاتی نیروی هوافضایی سپاه خب ایشون مأمور میکرد به مراکز تولیدات پهپاد در سازمان جهاد. به تعبیر شهید حاجی زاده پهپاد هم آفنده، هم اطلاعات و شناسایی انجام میده و هم حتی از پهپاد به عنوان یک سامانه پدافندی جهت درگیری با نیروهای متخاصم دشمن استفاده میشه. شهید سلیمانی عزیز ما تدبیر میکنه که تمام یگانه‌های عملیاتی در سطح حتی دسته و تیم در جبهه مقاومت بدون حضور پهپاد انجام عملیات رزمی رو بر علیه داعش نداشته باشند. در آذر سال 90 یه اتفاق بزرگی افتاد. شکار آرکیو 170 آمریکایی بود. پهپاد آرکیو 170 آمریکایی در کنار همه قابلیت‌هایی که داشت یک اسکیل جدید و نوین در طراحی پهپادها رو برای ما باز کرده بود. تونستیم همه دانش این رو تخلیه بکنیم. کد بود، کداشو بشکنیم و از روش بسازیم شاهد 171 و عرض کنم خدمت شما که پهپادهایی رو از روی این ایده ابداع کردیم. בזמן שחג'י זאדה היה מפקד ההגנה האווירית, הוא הקדיש את זמנו לייצור ולהתאמה מקומית של מערכות הגנה אווירית. התוצאה הייתה יירוט המל"ט האמריקאי המתקדם בשם RQ-4 Global Hawk באמצעות המערכת האיראנית בשם סבום חורדה. تونستیم هواپیمای MQ-4 ترایتون امریکایی که گرون قیمت ترین هواپیمای جاسوسی امریکاست در شرایطی که نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود در منطقه کوه مبارک بندر عباس در فاصله 89 کیلومتر ارتفاع 53,000 پا سرعت هواپیما 600 کیلومتر بر ساعت ساقط کنیم بیاریم کف دریا. האמריקאים הודו כי המל"טים האיראנים ערערו את העליונות האווירית של ארצות הברית באזור. אבל איראן, לצורך מעקב אחר האויב, הייתה זקוקה לעין גדולה יותר, והייתה חייבת לפקח על גבהים גבוהים יותר.